این مرد یه مأمور مخفی بازنشسته است. اون به عنوان یه زنبوردار داخل مزرعه این پیرزن کار میکنه. اما یه شرکت کلاهبردار تمام پولهای پیرزن رو بالا میکشه و پیرزن از شدت ناراحتی به زندگیش پایان میده. زنبوردار ماجرا رو میفهمه و با 2 گالون بنزین میره جلوی در شرکت. نگهبانای شرکت میان تا جلوی مرد رو بگیرن، اما مرد حسابی از کارشون پشیمونشون میکنه و مرد وارد شرکت میشه. بعد شروع میکنه روی تمام وسایل بنزین ریختن. یکی از مدیرای شرکت به همراه چند تا بادیگارد میان سراغ مرد و مرد هم حسابی بادیگاردها رو با مشت و لگدش آشنا میکنه و در نهایت مدیر شرکت رو با گالون‌های بنزین تنها میذاره.